سلام، بیاین با من آماده بشیم بریم قبرستون. این جایی که میبینین ورودیشه یه حالت شهرک‌دور بود. بعد میرسیدیم به خود قبرستون که اینجا رو به من دادن برای گریم کردن. یه دونه زامبی تور بعد گریم میکردم که دارین مشاهده میکنین. یکیشم نان بود. بعد از اینکه گریمشون تموم شد من با همین وضعیت رفتم بالا سر عکاسی که هر جایی که لازم بود دوباره تمدید کنم. بچه‌ها هم همینطور که میبینید دیگه خیلی رفته بودن تو حس. ولی کم کم بچه‌ها داشتن خسته می‌شدن و دیگه راست و چپ خودشون رو تشخیص نمیدادن. راست خودت. چپته. اینجا هم من حین عکاسی دیدم که قبل وا شده و واقعا وحشتناک بود. دوست داشتم توش نگاه کنم ولی جرئت نکردم. باز اینجا هم یه جای دیگه است که من جرئت نکردم توشو برم، ولی واسه عکاسی خیلی خفن شد که حالا عکساشون رو تو پست بعدی براتون میذارم. اینجا هم دیگه پارت آخر عکاسی بود. بچه‌ها حسابی خسته شده بودن ولی بازم با این حال بازی گوشیشون رو کنار نمیذاشتن. اینجا موگه رفت یه اکیپی رو بترسونه ولی نمیدونم چرا آخرش خودش ترسید و برگشت. اینم از ولاگ من. امیدوارم که لذت برده باشین و دوستش داشته بوده باشین. نظراتتون رو برام بنویسین. تا ولاگ بعدی، خدافظ.